پرام همه کارهایی که لئوناردو مجانی میکنه رو میگی توی ویدیو داشته باشم؟ آره. اولین کاری که میتونی بکنی ساختن عکس این گردالیه رو میزنی، بعد پریست تو استایلت رو انتخاب میکنی، اینجا هم مینویسی چی میخوای، جنریت رو میزنی، وای میستی، اینم نتیجهش. میشه یه عکس بهش بدم از اون شروع کنه؟ آره. تنظیمات سمت چپ رو میذاری روی اینا، بعد این ماس مسکر رو میزنی، ایمیج تو ایمیج، بعد یه دونه عکس آپلود میکنی و جنریت رو میزنی، اینم نتیجهش. حال ندارم بنویسم، میشه نقاشی بکشم به جاش؟ آره. میای اینجا ریال تایم کانواس رو میزنی، بعد رنگ و سایز قلمت رو انتخاب میکنی، همینجوری که داری نقاشی میکشی سمت راست برات تبدیل به عکسش میکنه. اگه خنگ زد این پایین بنویس چی میخوای، اینم نتیجهش. میشه همینجوری که دارم مینویسم عکس بسازه؟ آره. ریال تایم جن رو بزن، بعد استایلت رو انتخاب کن، بعد که همینجوری داری تایپ میکنی برات عکس میسازه. هر جا خوب بود وایسا دانلود کن، اینم نتیجهش. کیفیت عکسم زیاد میکنه واسم؟ آره. آپ اسکیلر رو بزن، یه دونه عکس آپلود کن، بعدم اینجا آپ اسکیل رو بزن، اینم نتیجهش. میشه باشه چیزی به عکسم اضافه و کم کنم؟ آره. کانواس ادیتور رو بزن، یه دونه عکس آپلود کن و بیارش این وسط. بعد با این قلممو مشخص کن کجا رو میخوای تغییر بدی، استایلت هم انتخاب کن. بعد این پایین بنویس که چی میخوای اضافه شه، جنریت رو بزن، اینم نتیجهش. حالا خونه رو میدین جمع کنه؟ آره. اینم نتیجهش.